السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا در قربانی کردن گاو یا اینکه گوسفند گاو چخیلی که نظر کرده است که در بعض گوش های گاو ها بعض چیزها را میچسبونن، مانند بگیم تگمه وره میچسبونن دیگه اون کنده نمیشود. آیا برای قربانی جایز است یا نه؟ یا که بعضی گوش های هستن که چاک کرده هستن گوش های گاو را که گوش های گوسفند را، اما بریده پرتش دیگه نیست، چاک هست خلاص، مثلا که بریده پرتگیش دیگه نیست. جواب این است که وقتی که گوش گاو مانند تگمه و اون چی چسبانده شدگی باشد یا اینکه چاک شدگی باشد و اما بریده پرته شدگی نباشد، مثلا برای اون علامت گذاشتگی است، برای اون نشانه کردگی است، اون گونه گوسفند و گاو قطعا جایز است قربانی کردن. اما گوش بریده شدگی باشد، زیادی گوش اگر بریده پرته شدگی باشد، اگر مثلا که زیادی گوشی همون گاو باشه که گوسفند باشه بریده پرته شدگی است، یعنی که اکثر گوش نیست، 80% بریده شدگی است. این حالت جایز نیست است نه قربانی کردن به اون گاو و نه گوسفند قطعی. این چنین با دومی همون، اگر دومی همون گوسفند دومی همون گاو یا اینکه شتر غالبش بریده شدگی باشد، یعنی که کوتاه شدگی هست، بریده پرتگی هستن غالبش، اونم جایز نیست. علت این است که جایز نبودنش که اون در نقصانی می دراید و این چنین گوسفندی که کور باشد، گاوی که کور باشد یا اینکه لنگ شده باشد، اینکه چلاق شده باشد، اگر به جای همون قربانی میکرده شده اگر نرفته باشد، رفته نمیتونسته باشد، اون حالت جایز نیست است. این حرام در نقصانی بسیار بگیم نقصانی زیاد حساب میخوان، اینها قد قربانی کردن جایز نیست. به همین خاطر پیش از آن که گاو گرفتن یا گوسفند گرفتن نگاه کردن به کار است که گوش بریده شدگی نباشد یا اینکه دومش بریده شدگی نباشد یا اینکه کور نباشد یا اینکه شل نباشد یا اینکه کسلی بگیم که نباشد که خراب و لاغری بچگی باشد، چون از اینها در قربانی جایز نیستند که هر آینه قربانی یک روز دو روز دیگه مانده است. به همون خاطر پیش از خریدن سراسی میشدن به کار نیست، عجله کردن به کار نیست، اول نظر کردن به کار است. اون گوسفند اگر باشد چخن گفتیم 6 ماه بلند باشد بالا باشد، اگر اون فربی باشد به قطار بگیم به صفی هم گوسفند 1 سال اگر که مانده شود از اونها فرق کرده نشود می شود. و دیگر که هست گوش هاشون بریده شدگی نباشد، گاو باشد یا که مثلا بقا باشد دیگر چیزا باشد دم هاشون بریده شدگی نباشد که اینها قطعی جایز نیست است. اما فقط گوش اون چاک شدگی باشد یا که مثلا اون سوراخ کرده شدگی باشد، مثل اون تگمه وارد زده شدگی باشد، اگر اونها قطعی جایز است. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.